با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، با قسمت 24 برنامه آینه غزل در خدمت شما هستم. امروز انشاءالله غزل شماره 1699 از دیوان شمس رو بررسی خواهیم کرد. دل را ز من بپوشی، یعنی که من ندانم. خط را کنی مسلسل، یعنی که من نخوانم. بر تخته خیالت آن را نه من نبشتم، چون سر دل ندانم کاندر میان جانم. از آفتاب بیشم، ذرات روح پیشم، رقصان و ذکر گویان سوی گهرفشانم. گر نور خود نبودی ذرات کی نمودی، ای ذره چون گریزی از جذبه عیانم. پروانه وار عالم پران به گرد شمعم، فریش می فرستم پریش می ستانم. در خلوت است عشقی زین شرح شرحه شرحه، گر شرح عشق خواهی پیش ویت نشانم. ور زانکه در گمانی نقش گمان ز من دان، زان نقش منکران را در قعر می کشانم. ور زانکه در یقینی دام یقین ز من بین، زان دام مقبلان را از کفر می رهانم. ور درد و رنج داری در من نظر کن از وی، کان تیر رنج نجهد الا که از کمانم. ور رنج گشت راحت در من نگر همان دم، می بین که آن نشانه است از لطف بی نشانم. هر جا که این جمال است داد و ستد حلال است، وانجا که ذوالجلال است من دم زدن نتانم. بیت اول می‌فرمایند دل را ز من بپوشی، یعنی که من ندانم. خط را کنی مسلسل، یعنی که من نخوانم. خب به ظاهر بیت که نگاه میکنیم میفرمایند دل را ز من بپوشی. یعنی چی؟ یعنی مرکزت رو از من پوشاندی، مرکزی که باید از جنس زندگی و خداوند می بود، تو این رو از من پوشاندیم. حالا بررسی میکنیم که با چه چیزهایی ما پوشاندیم. یعنی که من ندانم، به فکر میکنی که من نمیدونم. و خط را کنی مسلسل. مسلسل یعنی پی در پی، زنجیروار، همین فکرها و در واقع از فکری به فکری پریدن در ذهن رو میگه که تو فکرهات رو به صورت پی در پی و زنجیروار توی ذهنت داری به هم متصل میکنی و فکر میکنی که من قادر نیستم که این فکرها رو بخونم. و همون جوری هم که توی این بیت میبینیم و کلاً در طول غزل ملاحظه فرمودید، این بیت و این غزل تماماً از زبان زندگی هست برای مای انسان. ولی خب ما چون امتدادش هستیم، در واقع انگار هوشیاری داره با هوشیاری صحبت میکنه. پس وقتی میگه دل راز من بپوشی، یعنی اون مرکز تو، قلب تو قرار بود که از جنس عدم باشه، ولی تو این رو با یک چیزهایی پوشوندی. خب وقتی که به این شکل دایره عدم نگاه میکنیم و قبل از ورود به این جهان، این حالتی هستش که قبل از ورود به این جهان ما اومدیم. اینجا مرکز ما عدمه و یعنی هوشیاری خالصه، یعنی ما از جنس خود خداوند هستیم. و در واقع اینجا همونجور که ملاحظه میکنید حس امنیت، هدایت، عقل و قدرت ما توسط زندگی تامین میشد. ولی بعد از اینکه وارد این جهان میشیم، یک چیزهایی رو حالا به صورت فکر توی ذهنمون میاریم و اینها همون چیزهایی هستن که پدر و مادرمون، جامعه
برای ما تعریف کرده، مثل پول، مثل تصویر ذهنی بچه، همسر، پدر و مادر، تمام این چیزهایی که حالا ما میتونیم به صورت نقطه چین هم مثلا توی این شکل نشون بدیم، همه اینها برای ما مهم میشن. مهم یعنی چی؟ طبق تعریف مهم اون چیزی هستش که برای بقای ما، برای زندگی ما توی این جهان اهمیت داره. و اتفاقی که میفته ما با این چیزها همانیده میشیم. همانیده میشیم یعنی اینکه به اینها حس هویت تزریق میکنیم و از یک جایی به بعد دیگه اینها میشن مرکز ما. یعنی اون مرکز ما که خالی بود قبل از ورود به این جهان، از جنس هوشیاری خالص بود، حالا اینها تبدیل شدن به یک پرده ای انگار جلوی اون هوشیاری خالص رو گرفتن، که حالا تو بیت بعدی میبینیم که اسم این پرده رو میذاره تخته خیال. و خب دیگه اینجا الان هر همانیدگی در واقع انگار حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت ما داره از اینها تامین میشه. ما به این هویت جدیدی که ما بر مبنای این همانیدگی ها میسازیم بهش میگیم من ذهنی، و من ذهنی ساخته شده از فکرها هستش. حالا اتفاقی که میفته، چون هر کدوم از این همانیدگی ها رو ما وقتی که مرکزمون میذاریم، اینها زمانی که ما باشون همانیده میشیم درد میدن و هر همانیدگی درد خودش رو داره و اینقدر که تعداد اینها زیاد هست و فکر ما حالت خلاق داره و میتونه هی خودش رو بسازه، ما به حالت مسلسلوار مدام از یک فکری به فکر دیگه ای میپریم و فاصله بین فکرهای ما نمیفته. به خاطر همین طبق قاعده باید بین فکرهای ما فاصله می بود، میشد فکر خلأ فکر خلأ. حالا پشت سر هم فکره و ما اون فضای بین دو تا فکر رو متوجهش نیستیم و تا زمانی که فضای بین دو تا فکر رو ما میبندیم که اون فضای بین دو تا فکر در واقع خود حضور هست و خود همون زمینه زندگی یا خداوند هست، تا وقتی که اونو ما میبندیم اون فاصله بین دو تا فکرها رو، یعنی آگاه نیستیم و هوشیاری ما پایینه. حالا وقتی توی این بیت داره میگه که دل راز من بپوشی، یعنی چی؟ یعنی تو اومدی همه اینها رو که توی این دایره هست، اینها رو گذاشتی توی مرکزت و این باعث شد که دیگه من توی مرکز تو نیستم. یعنی تو با تجسم ذهنی چیزهای بیرونی و همانیده شدن با اونها در واقع روی منو پوشوندی و این یک دانندگی به ما داده. حالا نقطه جالب قضیه این هستش که ما فکر میکنیم که میدونیم، بر مبنای اینها یک دانش سطحی به دست میاریم و فکر میکنیم که ما میدونیم و زندگی نمیدونه. و این که میگه یعنی که من ندانم، یعنی تو بر مبنای این همانیدگی ها یک دانش سطحی به دست آوردی و فکر میکنی که میدونی سر زندگی رو و من نمیدونم. و این خط سلسله افکار رو که پشت سر هم داری به هم وصل میکنی، فکر میکنی که من نمیتونم که این فکرهای تو رو بخونم ولی تو خودت میتونی بخونی، در صورتی که زندگی میدونه. و تو بیت دومم داره میگه که من اصلا همه اینها رو توی اون تخته خیالتو نوشتم. ولی خب این دانش سطحی ما در واقع باعث میشه که ما فکر کنیم که ما همه چی رو میدونیم، چون خودمون رو جذب کردیم، مرکزمون رو جذب کردیم، یه دانش سطحی بر مبنای اینها به دست آوردیم و حالا فکر میکنیم که ما میدونیم و زندگی نمیدونه. البته خب الان داریم با همین ابیات مولانا، با روزنه نوری که در واقع مولانا داره به ما میده، داریم سعی میکنیم که از این دانش سطحی خودمون رو رها بکنیم، همانیدگی ها رو به حاشیه برونیم و زمانی که همانیدگی ها به حاشیه رفت و مرکز ما خالی شد، دوباره برگردیم و این اصل خودمون بشیم. حالا این نقطه‌ای که ما فکر میکنیم که ما میدونیم و زندگی نمیدونه، در واقع اون حالت فضولی ماست که این بیت رو خیلی آقای شهبازی روش تاکید دارن. باعث میشه که چی بشه؟ این بیت رو داریم میفرماید او فضولی بوده است از انقباض،
کرد بر مختار مطلق اعتراض. ما چی کار میکنیم؟ اولا که کلمه انقباض رو داریم اینجا. کلمه انقباض در واقع یعنی مایی که از جنس بی‌نهایت و ابدیت بودیم اومدیم خودمون رو محدود کردیم توی همون همانیدگی هایی که داخل دایره نشون دادیم، یعنی ما کوچیک شدیم. پس بنابراین در اثر این انقباض، در اثر این که ما خودمون رو محدود کردیم به این فکرها و این همانیدگی ها، ما چی شدیم؟ فضول شدیم و اومدیم تو کار زندگی دخالت میکنیم. حتی بر مبنای این فضولی ما شروع میکنیم به دعا کردن. یعنی ما اصلا نمیدونیم که فکر میکنیم که خداوند نمیدونه که چی به صلاح ماست، چه اتفاقی باید بیفته و شروع میکنیم دعا میکنیم که اینجوری نشود و اونجوری بشود. چرا؟ باز بر مبنای همین که یعنی که من ندانم. ما فکر میکنیم که خداوند نمیدونه. خداوند فکرهای ما رو نمیتونه بخونه. پس این فضولی ما، این اعتراض ما بر مختار مطلق، که مختار مطلق خداونده، یعنی خداوند هر حکمی بکنه، هر اختیاری داشته باشه همون انجام خواهد شد. ولی ما در اثر این که دلمون رو پوشوندیم با همانیدگی ها و یک دانش سطحی پیدا کردیم، فکر میکنیم که خودمون میدونیم و خداوند نمیدونه. پس بنابراین فضول شدیم، داریم تو کار زندگی دخالت میکنیم با دعا کردن هامون، با اعتراض کردن هامون و اون حالت تسلیم و فضاگشایی رو که ما باید هر لحظه داشته باشیم که در اثر این تسلیم و فضاگشایی اون روزنه نور زندگی به ما بتابه که در ادامه غزل خواهیم دید، جلوی اون روزنه نور رو ما در واقع میبندیم با این حالت فضولی و این حالتی که فکر میکنیم که میدونیم. پس در واقع اینجا داره مولانا یک قانونی رو میگه که تو دلت رو از من نپوشون، تو این چیزهایی رو که توی مرکزت گذاشته بودی رو طبق این شکل برون به حاشیه، مرکزت رو دوباره خالی بکن که اون موقع دیگه هم من میدونم هم تو میدونی. یعنی دیگه این حالت نیستش که ما فکر کنیم که ما میدونیم، که البته ما هم نمیدونیم، فکر میکنیم که میدونیم، فکر میکنیم که میدونیم و زندگی نمیدونه. این حالت دیگه از بین میره. مرکز که عدم بشه، خرد زندگی مستقیما به دل ما میتابه. اون موقع دیگه هم ما میدونیم هم زندگی میدونه. پس داره قانونی رو که به ما میگه دلت رو از من نپوشون، تو این فکرهای مسلسل رو به هم متصل نکن، فاصله بین فکرهات رو ببین که در اونجا خواهی دید که همه چیز عیان و آشکار هست. در بیت دوم میگه بر تخته خیالت آن را نه من نوشتم، چون سر دل ندانم کاندر میان جانم. تخته خیال اشاره به ذهنه که همون جایی که توی شکل هم توضیح دادیم، زمانی که این همانیدگی های ما میان توی مرکز ما در واقع انباشته میشن و به ما درد میدن، تبدیل به یک پرده میشن که اون زمینه زندگی رو، اون فضای در واقع عدم رو میگیره و این رو اسمش رو گذاشته تخته خیال. ولی میگه همین نقش ها رو، همین همانیدگی ها رو من توی تخته خیال تو نوشتم، توی ذهن تو من اینا رو نوشتم. چرا؟ چون اصلا این بخشی از مکانیسم زندگیه که ما بیایم این همانیدگی ها رو بسازیم، از فرم آگاه بشیم، جدایی رو تجربه بکنیم، مکانیسم بقا توی این جهان رو تجربه بکنیم و بعد آگاهانه خودمون رو از اون بکشیم بیرون. حالا اینجا باز یه قانون دیگر رو داره بهش اشاره میکنه. قانون دیگه ای که هست اینه که اصلا ما خود زندگی هستیم، امتداد زندگی هستیم. خداوند خودش رو به صورت خلق و به صورت فضا در ما جا داده. همونجور که در برنامه قبل هم اشاره شد، 99.99% وجود ما فضای خالی هست و این فضای خالی همون حضور هست، همون خداوند هست. پس خداوندی که
99.99% وجود ما رو به صورت فضای خلأ در بر گرفته و در واقع همه هویت ما اصلا خود خداوند هست و ما امتداد او هستیم، چطور ما فکر میکنیم که خداوند سر دل ما رو نمیدونه؟ میگه من در میان جان تو هستم، یعنی من وجود تو، مرکز تو، همه تو، وجود تو اصلا امتداد منی. چطور فکر میکنی که من سر دل تو رو نمیدونم؟ چطور طبق بیت اول فکر میکنی که تو میدونی و من نمیدونم؟ بازم برمیگردیم به اون کارهایی که ما میکنیم، اعتراض میکنیم، فضول میشیم، دعا میکنیم. چرا؟ چون فکر میکنیم که خداوند سر دل ما رو نمیدونه، چون فکر میکنیم که ما بهتر از خداوند میدونیم. ولی در این بیت داره و در ادامه غزل هم مدام داره اینو برای ما تکرار میکنه که اصلا من دارم تو رو اداره میکنم. هر فکری که میاد، هر اتفاقی که برای تو داره میفته، همش از خود زندگی هست و داره به ما میگه که تو بکش کنار، تو با تسلیم و فضاگشایی اگر مانع ایجاد نکنی با قضاوت و مقاومتت و تسلیم و فضاگشایی رو هر لحظه انجام بدیم، من خودم میدونم تو رو چجوری اداره بکنم. ولی متاسفانه ما چسبیدیم به این تخته خیالمون، چسبیدیم به اون فکرهامون و فکر میکنیم که میدونیم. یعنی اون دانش سطحی اتفاقا خیلی داره ما رو به اشتباه میندازه و مانع از این میشه که ما اجازه بدیم که خداوندی که میان جان ما هست، همه وجود ما هست، از سر دل ما آگاهه، خودش زندگی ما رو اداره بکنه. حالا این دوتا بیت رو در کنار هم آوردم، خیلی بیت های جالبی هست. میفرمایند از آفتاب بیشم، ذرات روح پیشم، رقصان و ذکر گویان سوی گهرفشانم. گر نور خود نبودی ذرات کی نمودی، ای ذره چون گریزی از جذبه عیانم. توی این بیت در واقع مولانا به یک قانون فیزیک حالا اشاره میکنه. شما اگر که ملاحظه بکنید، مثلا وقتی که یک روزنه نوری میتابه، حالا طبق این شکل مثلا من اینجا آوردم، یک روزنه نور آفتابی اگر باشه، طبق قانون فیزیک ذرات معلق در هوا یا همون ذرات نور، اینها میتونن دیده بشن. یعنی در اثر تابش اون نور آفتاب ذرات میتونن خودشون رو ببینن و از خودشون آگاه بشن. حالا این میگه که توی این بیت میگه من از آفتاب بیشم، چون آفتاب ذره های جسمی رو میتونه نشون بده، ولی من از آفتاب مهمترم و بیشترم چون ذرات روح رو نشون میدم. یعنی در واقع ما در اثر تابش آفتاب زندگی روحمون رو داریم میبینیم. و چه اتفاقی میفته وقتی که ما در اثر تابش نور زندگی از خودمون آگاه میشیم، خودمون رو میبینیم، اونجا دیگه شکرگزار میشیم، اونجا دیگه رقصان میشیم، ذکرگویان میشیم. و میگه که این کسانی که تونستند در اثر تابش آفتاب زندگی روح خودشون رو آشکارا ببینند، اینها رقصان و ذکرگویانند، مثل این ذره های شعاع نوری که به سمت بالا در حرکتن. ما هم همینجوری میشیم و سوی گوهرفشان زندگی میریم. گوهرفشان یعنی اینکه زندگی هر لحظه، قبلا هم گفتیم رحمتن در رحمته، یعنی هر لحظه داره خرد زندگی، شادی بی سبب زندگی، آرامش زندگی، همه اینها هست. ولی علت این که ما از اینها بهره مند نمیشیم و دچار درد و غصه میشیم به خاطر این هستش که ما خودمون این روزن رو داریم میبندیم. و توی بیت بعدی میگه، حالا این جمله که از آقای شهبازی هست توی اینجا، میفرمایند که ذره خودش رو در آفتاب به وسیله آفتاب میبیند. یعنی شما الان میبینید یک روزنه نوری که از این گوشه سمت راست این شکل تابیده، باعث شده که ذرات معلق در هوا دیده بشن.
پس اون آفتاب تا نتابه، شما اگه این نور رو ببندید، این ذرات هم دیده نمیشن. ما هم به وسیله زمینه زندگی خودمان از خودمان آگاه میشویم. یعنی ما به عنوان ذره امتداد زندگی در یک زمینه که مثل آفتاب میماند میتوانیم خودمان را ببینیم. پس این چقدر زیبا داره توی این بیت مولانا اشاره میکنه که میگه که شما وقتی ما میگیم هر لحظه باید فضا رو باز بکنیم، فضا رو باز بکنیم، یعنی چی؟ یعنی اجازه بدیم اون فضای خلأ، زمینه زندگی یعنی چی؟ یعنی یه فضای خلأی همه چی رو در بر گرفته دیگه. شما مثلا آسمون هم نگاه میکنید، تو آسمون یک سری آسمون بی نهایت رو داریم میبینیم، ولی توی اون آسمون کلاغا رو هم میبینیم، ابرا رو هم میبینیم، هواپیما رو هم میبینیم، ولی اصلش اون زمینه اون آسمان هست، اصلش اون خلأ هست. پس این خلأ و این زمینه زندگی کل زندگی ما رو در بر گرفته. خود ما هم از جنس این خلأ هستیم. گفتیم خداوند به صورت خلأ خودش رو در ما جا داده. 99.99% ما همین خلأه، همین خود زندگیه. یا گفتیم در فضای بین فکرها اون خلأ وجود داره که اون از جنس زندگیه. پس ما زمانی که فضا رو باز میکنیم از جنس سکوت میشیم، مقاومت و قضاوت‌های خودمون رو میندازیم، انگار اجازه میدیم که این روزنه نور باز بشه. این که میگه از آفتاب بیشم یعنی نور هوشیاریه. اون نور هوشیاری میتابه به روح ما و ما اونجا میتونیم خودمون رو ببینیم، اون اصل خودمون رو ببینیم. و این بسیار بسیار تمثیل زیبایی هست. حالا باز اینجا هم اگه در قالب این شکل بخوایم نشون بدیم، توی این دایره عدم در واقع آفتاب زندگی تابیده، طرف به این آگاهی رسیده، طبق بیت اول دیگه نمی پوشونه روی زندگی رو، تونسته فضا رو باز بکنه و مرکزش دوباره عدم شده. و وقتی میگه از آفتاب بیشم یعنی من بیشتر از آفتاب هستم. درسته که آفتاب سبب دیده شدن ذرات میشه، ولی من یعنی خداوند یا اون نور هوشیاری سبب دیده شدن روح ها میشه. همانطور که همان ذرات در نور میرقصند و میروند به طرف بالا، ما هم در نور و زمینه هوشیاری خود زندگی یا خدا در صورتی که فضا گشایی کنیم میرقصیم و شکر میکنیم و ذکر میگیم. و یک نکته دیگه ای هم که توی این بیت وجود داره این هستش که آیا ما به خودمون نگاه بکنیم ببینیم که آیا رقصان و ذکرگویان سوی گوهرفشان زندگی میریم؟ یعنی آیا اون گوهرهای زندگی رو که در حال تابیدن هست، نور زندگی اونجاست. آقای شهبازی همیشه مثالش رو میزنن، مثل اینه که فرض بکنید باران رحمت الهی داره میباره، آفتاب زندگی داره میتابه، ولی ما خودمون یه چتر گرفتیم دستمون و جلوی اونو بستیم و به خاطر همین فکر میکنیم که این نور نمیتابه، این بارون نمیباره، در صورتی که اون کسی که جلوشو گرفته خود ماییم. پس نگاه بکنیم ببینیم که آیا ما از این گوهرهای زندگی داریم بهره مند میشیم. اون گوهرافشان زندگی که همون برکات زندگی هست، همون شادی بی سبب زندگی هست، عقل و خرد و هدایت زندگی هست، اون هوشیاری و آگاهی هست که هر لحظه ما یک چیزی رو شناسایی میکنیم. آیا ما این گوهرافشانی رو داریم تجربه میکنیم یا نه دچار دردیم؟ هی فکر میکنیم که زندگیمون داره هر روز بدتر میشه و خب شروع میکنیم به اعتراض کردن، شروع میکنیم به ناله کردن. پس هر جا که درد میاد، هر جا که دردها داره زیاد میشه، این یعنی این که مرکز ما همانیده است و این همانیدگی ها دارن به ما درد میدن. ولی خود زندگی میگه که من گوهرفشانم، ولی تو ببین که آیا جلوی این روزن گوهرافشانی من رو خودت میگیری یا نمیگیری. حالا یک بیتی از حضرت حافظ هست اینجا، میفرمایند کمتر از ذره نیی، پست مشو مهر بورز،
تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. خب حضرت حافظ هم دقیقا به همین پدیده دارن اشاره میکنند. میگن که اون ذرات نور که در واقع در اثر تابش خورشید خودشون رو میبینن و خودشون از خودشون آگاه میشن و به سمت بالا میرن، میگن ای انسان تو کمتر از اون ذره ها نیستی، خودتو پایین نیار، پست مشو همون حالت انقباض، خودت رو توی این همانیدگی ها محبوس نکن، فکرهای مسلسلت رو بشکن، مهر بورز یعنی فضا رو باز کن، فضا رو باز بکن، اجازه بده که اون گوهرافشان زندگی به تو بتابه تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. خلوتگه خورشید همون در واقع فضای گشوده شده هست، اون تبدیل شدن ما به خود زندگی هست. و چرخ زنان یعنی گفتش توی این بیت رقصان، ذکرگویان، چرخ زنان، با شادی بی سبب و با عشق و نور زندگی. حالا در ادامهش میگه که گر نور خود نبودی ذرات کی نمودی، ای ذره چون گریزی از جذبه عیانم. عیان یعنی آشکار، جذبه عیان یعنی اینکه خداوند آشکارا داره خودش رو ما رو به سمت خودش میکشه. این جذبه از طرف زندگی هست ولی گفتیم که ما جلوشو گرفتیم. ای ذره چون گریزی، چون گریزی، حالا چون هم میتونه به معنی چرا باشه، چرا میگریزی از این جذبه عیانم، یا اینکه چطوری میگریزی، واقعا چگونه میتونی تو از این جذبه عیان من که پر از گوهرافشانی و نور و عشق هست و بیا از این فرار بکنی و بگریزی. باز یه قانون دیگر رو داره به ما میگه اگر نور نبود، اگر نور، باز طبق این شکل رو دوباره نگاه بکنیم، اگر این نور خورشید اینجا نمیتابید این ذرات چجوری دیده میشدند؟ چجوری میتونستند مثلا خودشون رو ببینند و از خودشون آگاه بشن؟ میگه که اگر نور هوشیاری زندگی هم نباشه در واقع تو هم نمیتونی خودت رو ببینی. پس در اینجا فضا رو باز کردن، مرکز رو عدم کردن، مثل باز کردن روزن نوره که باعث میشه ما به عنوان هوشیاری خودمون رو ببینیم. پس تصور کنید که ما مثل این ذره ها هستیم، معلق، امتداد زندگی هستیم، از جنس همون نور هستیم، ولی در اثر تابش نور زندگی ما میتونیم از خودمون آگاه بشیم. و این خیلی نکته جالبی هست، چرا که ما تا وقتی که این روزن رو بستیم و فضا رو باز نمی کنیم و از این فضای زندگی آگاه نیستیم، فقط جسم ها رو داریم میبینیم دیگه، فقط دردها رو داریم میبینیم، فقط مشکلات رو داریم میبینیم. ولی میگه که وقتی این نور میتابه تو شروع میکنی خودتو دیدن، تو میبینی که از چه جنسی هستی، واقعا تو میبینی که از جنس خود خداوند هستی. و میگه ای ذره تو نمیتونی بگریزی از جذبه. حالا چون گریزی، ما چرا میگریزیم؟ یکی از علتاش این هستش که ما داریم چیکار میکنیم؟ به خاطر اینکه اون مقاومت و قضاوت و اون محدودیت جسمی رو نگه داریم، هی اصرار داریم که بچسبیم به این همانیدگی هامون و خودمون رو توی همین حد کوچیک نگه داریم. این دلیلی هستش که ما داریم میگریزیم. و چگونه میگریزیم؟ با همین فکرهای مسلسل. فکر کردن زیاد مسائل ما رو حل نمیکنه. اینو باید یادمون باشه. ما باید فضا رو باز بکنیم، ما باید بین فکرهامون فاصله بندازیم، ما باید اون فضای سکوت و آرامش زندگی رو تجربه بکنیم که راه حل ها از اونجا برای ما میاد. ولی ما با همین فکرهای مسلسل که توی بیت اول گفت خط را کنیم مسلسل و فاصله ننداختن بین فکرهامون، در واقع اون یه مکانیزمی هستش که ما داریم از جذبه عیان زندگی میگریزیم. و جذبه عیان زندگی میگریزیم یعنی این روزنه نور رو داریم
میبندیم، جلوی اون نور رو ما داریم با این کار میبندیم. شما الان توی این شکل هم ملاحظه کنید، اگه اون دریچه، اون روزنه‌ای که نور داره میتابه، اگر ما اونو ببندیم، یه پرده جلوش بگیریم، دیگه باز تاریکی مطلق میشه، هیچ ذره اونجا دیده نمیشه. پس ما هم با قضاوت ها و مقاومت هامون و با چسبیدن به این الگوهای فکریمون در واقع داریم جلوی این تابش نور زندگی رو میگیریم. و این دو تا بیت بسیار بسیار مهم و زیبا هست و مرتبط با این پدیده. میفرمایند هست این ذرات جسمی ای مفید، پیش این خورشید جسمانی پدید. هست ذرات خواطر و افتکار، پیش خورشید حقایق آشکار. خواطر به معنی جمع خاطر هست، افکار و اندیشه ها و خطورات ذهنی. افتکار یعنی اندیشیدن و فکر کردن. حالا کاملا مشخصه که توی این دو تا بیت مولانا انگار داره دو تا خورشید رو میگه، یکی خورشید جسمانی، یکی خورشید حقایق. و میگه خورشید جسمانی کارش چیه؟ همین ذرات جسمی رو به ما نشون میده. ای مفید، به ما، به انسان میگه مفید، چون هر انسانی ذاتاً مفیده دیگه، چون امتداد زندگیه، چون اومده توی این جهان سازندگی بکنه، دست زندگی باشه. پس ما مفیدیم به عنوان انسان. میگه این خورشید جسمانی، خورشیدی که تو آسمون میبینیم، نور اون وظیفش این هستش که ذرات جسمی رو به ما نشون بده. ولی یه خورشید دیگه هست به اسم خورشید حقایق که این در واقع همون هوشیاری هستش که از مرکز ما میجوشه. وقتی که ما مرکزمون رو عدم میکنیم، این خورشید حقایق خودش رو نشون میده، این نور هوشیاری میتابه. ما فکرهامون رو نمیتونیم ببینیم تا وقتی که این نور هوشیاری نتابه به ما. پس میگه ذرات فکر، ذرات خواطر و افتکار که گفت اندیشیدن و در واقع فکر کردن، این رو ما فقط در اثر تابش خورشید حقایق که همون نور هوشیاری هست ما میتونیم ببینیم. وگرنه در غیر این صورت ما توی اون فکرها گیر میافتیم دیگه. برای همین میگیم فکر کردن زیاد مسائل ما رو حل نمیکنه، به خاطر اینکه ما توی اون فکرها گیر میکنیم و گم میشیم. باید ما یه جایی فکرها رو آروم کنیم، آروم بگیریم در واقع، و اجازه بدیم که این روزنه هوشیاری باز بشه و در اثر تابش این نور هوشیاری ما بتونیم فکرهامون رو ببینیم. و حتی اینکه ما میگیم مثلا عیب هامون رو شناسایی بکنیم، باز عیب ها رو شناسایی کردن یه بخشش درسته، ما با ذهنمون شناسایی میکنیم و هضم میکنیم و یک در واقع پرهیز ذهنی انجام میدیم. ولی اصل اون شناسایی ها زمانی اتفاق میفته که ما فضا رو باز میکنیم و اجازه میدیم که هوشیاری بتابه و در اثر تابش نور هوشیاری و همینجا که تو این بیت میگه خورشید حقایق، ما میتونیم متوجه عیب هامون بشیم و اون شناسایی بکنیم و این همانیدگی ها از ما بیفته. و در ادامه حالا مولانا داره میگه که من چجوری تو رو آزاد میکنم و در واقع همون قانونش که در کل این غزل داره میگه تو نیستی و من هستم، تو اگه خودت بری کنار همه این موضوعات برای تو آشکار میشه. خب تو این بیت میفرمایند پروانه‌وار عالم پران به گرد شمعم، فریش میفرستم پریش میستانم. فر به معنی شکوه و جلال، بزرگی، فر ایزدی یا فروغ ایزدی که بر دل هر کسی به تابه اونو بر دیگران برتری میده. پر من ذهنی هست در واقع. و اینکه یه سوالی که ما اینجا از خودمون میپرسیم، میگیم که آیا من به گرد روشنایی زندگی میگردم یا گرد همانیدگی ها. حالا مولانا توی این بیت در واقع از زبان زندگی یه جور داد و ستدی رو داره بهش اشاره میکنه. میگه که تو وقتی که توی ذهن هستی
به اشتباه فکر میکنی که حول محور همانیدگی ها داری میگردی. همون نکته‌ای که تو بیت اول گفتیم، اون دانش سطحی ما فکر میکنه که خب الان من باید حول محور این بگردم توی این جهان که پولم رو زیاد بکنم، که دانشم رو زیاد بکنم، که موقعیت اجتماعی رو بهبود بدم، که ازدواج بکنم، که مراقب خانوادم باشم. این اون دانش سطحی هست که توی بیت اولم بهش اشاره کردیم و این شده شمعی که ما گردش داریم میگردیم. ولی قانون اصلی زندگی این هستش که همه عالم، تک تک ذرات این جهان هستی، از جمله خود ما خبر نداریم، پروانه‌وار داریم به گرد شمع زندگی میچرخیم. و میگه که من یک فری میفرستم، یعنی این شکوه و جلال و عظمت رو به تو خواهم داد، ولی باید یه پری از تو بگیرم. این پر در واقع چی هست؟ همین پر من ذهنی هست. حالا توی این اسلاید وقتی که نگاه میکنیم و این پری که مولانا داره میگه که من این پر رو از تو خواهم گرفت، باید این پر رو بدی تا اون فر رو، شکوه زندگی رو بتونی دریافت کنی که همون تبدیل شدن به زندگی هست. چه پرهای من ذهنی هست؟ و ببینید خیلی جالبه که ما واقعا حاضر نیستیم دردامون رو بندازیم. با وجود اینکه مولانا اینقدر داره به ما میگه که تو فضا رو باز کن، تو با انداختن اینها روزنی نور توی زندگی تو باز میشه که میتونی خودت رو ببینی، میتونی به گوهرافشان زندگی دسترسی پیدا بکنی، ولی ما حاضر نیستیم این پرهامون رو بدیم. حاضر نیستیم دردهامون رو، مثلا توی اینجا حالا یک لیستی هست ولی واقعا خیلی بیشتر از این هست. ما به دردهامون چسبیدیم، حاضر نیستیم این دردها رو بدیم بره و در عوضشون فر زندگی رو دریافت بکنیم. ما حاضر نیستیم رنجش هامون رو رها بکنیم، بریم از طرف معذرت خواهی بکنیم، یا اصلا حتی اگه امکان معذرت خواهی هم نیست تو درون خودمون اینو هم حلش بکنیم، واقعا دیگه نکشیم با خودمون این بار رنجش و کینه رو. زرنگی من ذهنی، این که ما فکر میکنیم که حالا توی این جهان همه چیز فراوان وجود داره، من بدون رعایت قانون جبران میتونم استفاده بکنم از امکاناتی که موجود هست، یا مثلا ببینم کجا میتونم کار کمتری انجام بدم و نتیجه بهتری بگیرم. این زرنگی من ذهنیه دیگه. این شده یه پری که ما فکر میکنیم با این میتونیم از بقیه جلو بزنیم. ما خیلی وقتا حاضر نیستیم خشم هامون رو بندازیم، یعنی جایی که مولانا میگه فضا رو باز کن که این زمینه زندگی به صورت نور به تو بتابه، یعنی وقتی داری میبینی میخوای عصبانی بشی، یه لحظه بکش عقب، یه لحظه اون فضا رو باز بکن. کینه هامون رو حاضر نیستیم که ازشون خودمون رو رها بکنیم. بدایندها و خوشایندها رو ما نگه میداریم. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، حالا من خودم این اواخر خیلی بهش فکر میکردم، همین بدایندها و خوشایندهاست. این وقتی که مولانا به ما میگه که پذیرش بدون قید و شرط اتفاق این لحظه و پذیرش بدون قید و شرط زندگیمون هر چی که هست، الان مثلا افرادی توی زندگی ما هستن، توی محیط کاری داریم زندگی میکنیم، یه سری چیزا رو ما ذهن ما دوست داره که بهشون برچسب بزنه و بگه که من از این خوشم نمیاد. مثلا ممکنه که همسر ما یک رفتاری داره که ما به اون یک برچسبی زدیم به اسم بدایندها و اینا رو هی داریم بهشون بها میدیم و هی داریم روی اینها تمرکز میکنیم. تو محل کارمون یه سری آدما ممکنه باشن که یه رفتاری بکنن که مثلا خوشایند ما نباشه. وقتی میگه تمرکزت کاملا روی خودت باشه، وقتی میگه بدون قید و شرط بپذیر، یعنی دیگه این دویی ذهن رو بذار کنار. این بدایندها و خوشایندها رو ما حاضر نیستیم ولش کنیم. اصلا به ما ربطی نداره بقیه چجوری هستن. یا مثلا این تعصبات یا همانیدگی ها با الگوهای فکری، ما اینا رو، همون پرهایی هستن که البته پرم نیستن، بهتر بگیم مثلا این سنگه که پای ما رو گرفته
و اجازه نمیده که ما به اون گرد شمع زندگی در واقع بگردیم، مثل پروانه بشیم. و زندگی داره میگه من تا این پر رو از تو نگیرم اون فر رو به تو نخواهم داد. این داد و ستد زندگیه. پس باید بشینیم شناسایی بکنیم چه دردهایی هست که داریم با خودمون هم میکنیم. بار ناکامی های گذشته رو داریم میکشیم. آیا رنجشی از کسی داریم؟ خشم و کینه هایی داریم؟ بذاریم زمین این بارها رو که واقعا داره روی دوش ما سنگین میکنه. و در بیت بعدی میفرمایند در خلوت هست عشقی زین شرح شرح شرحه، گر شرح عشق خواهی پیش ویت نشانم. خلوت یعنی همون فضای زیر فکرها، یعنی پنهان از اون حسهای ما، اون عمق مرکز ما که فکرها و هیجانات توش نیست. زمانی که ما فضا رو باز بکنیم این خلوت رو میتونیم ازش متوجه بشیم. میگه اونجا یک عشقی هست زین شرح شرح شرح. شرح شرح یعنی تیکه تیکه. الان این هوشیاری ما تیکه تیکه شده دیگه. و میگه که گر شرح عشق خواهی، اگر در مورد عشق میخوای توضیح بدم، به توصیف بکنم که عشق چی هستش، پیش ویت نشانم. یعنی نشانه این عشق در محضر خود زندگی هست. یعنی اینو نمیشه با توصیف نشون داد. نشانش پیش خود زندگی، باید با زندگی یکی بشیم. و ما میدونیم که تعریف عشق همون وحدت مجدد ما با زندگی هست. ما این شرح شرح شرحه یعنی تیکه تیکه این همانیدگی های ما از ما میفته. گفتیم وقتی فضا رو باز بکنیم، وقتی اجازه بدیم که اون روزنه نور هوشیاری بتابه، اونجا فضای خلوته، جاییه که تونستیم فکرامون رو آروم بکنیم، در فاصله بین دوتا فکر بیستیم، هیجانات آروم شدن، اونجا فضای خلوت و فضای حضوره. میگه اونجا تو این عشق رو تجربه میکنی. چجوری تجربه میکنی؟ وقتی که این همانیدگی ها هر کدوم دونه دونه دارن حول محورشون فضا رو باز میکنی، شرح سینه میکنی و با افتادن هر کدوم از اونها تو یک ذره به زندگی زنده تر میشی و عشق رو بیشتر تجربه میکنی. پیش ویت نشانم یعنی این گفتیم نشان هم میتونه اسم باشه به معنی نشانه باشه، یا اینکه من تو را می نشانم در محضر اون عشق. حالا توی در مورد همین شرحه ما این بیت هم داریم که میفرمودن از مقامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا، یا بعضی جاها هم گفتن پله پله تا ملاقات خدا. یعنی اینکه ما شرحه یا تیکه تیکه باز میشیم. یعنی هر کدوم از اینها یه پله هست، یه مرتبه هست که ما رو به زندگی، به خداوند نزدیکتر میشه. فنا گفتیم نهایت سیر الله هستش. پس اینجا که میگه که تو شرح میکنی، یعنی مرتبه به مرتبه این همانیدگی ها رو شناسایی میکنی، یه پله میری بالاتر، یه پله میری بالاتر. و ما توی غزل برنامه قبل هم داشتیم که گفتیم که خلقت ما در حال کامل شدن هست و خداوند هر همانیدگی رو زمانی به ما نشون میده که ما آمادگیشو داشته باشیم. یعنی یه موقعهایی وقتی مثلا یه دردی خودش رو نشون میده، اون در واقع زمانی هستش که ما تو اون لحظه آمادگیشو داریم. تو اون لحظه خداوند میگه من الان میدونم که تو قوی هستی و میتونی اینو بندازی. پس این شرحه لایه لایه داره اتفاق میفته، مرتبه به مرتبه داره اتفاق میفته و اون رو ما این فضای گشوده شده حول همانیدگی ها رو فقط در خلوت میتونیم درک بکنیم، که خلوت همون جایی هستش که فکرها نیست، جایی هستش که فضا باز شده، هیجان ها غالب نیستن. ورزان که در گمانی نقش گمان زمندان، زان نقش منکران را در قعر میکشان. گمان به معنی شک هست
قعر به معنی ته، ته چاه، حالا ته بن. و اینکه حالا ببینیم که توی این بیت داره چی میگه. فرمایند اگر که در گمانی، یعنی از اول غزل داره به ما میگه دیگه، میگه که منم که دارم تو رو اداره میکنم، حالا این نور هوشیاری باید بتابه که تو خودت رو بتونی شناسایی بکنی. ولی میگه اگه علیرغم همه این صحبت تو هنوز در شک هستی، همین شک و گمان رو هم باز از من بدون. ولی اینجا موضوعی که هست بحث اختیار یا جبر من ذهنی هست. خیلی وقتا ما به موقعی که توی این گمان میافتیم و توی تردید میافتیم، فکر میکنیم که خب دیگه همین جوری زندگی و خداوند ما رو اینجوری خلق کرده و ما هیچ گزینه دیگه ای نداریم، یعنی توی اون جبر من ذهنی گیر میکنیم. در صورتی که میگه که اگر که منکر باشی و توی این گمان گیر بکنی، اتفاقا بیشتر به پایین فرو میری. اینجا جایی هستش که تو قدرت اختیار داری و باید که خودت رو در اثر فضاگشایی بتونی از این شک ها و از این قعر ذهن بالا بکشی. ولی باز در ادامهش میگه ورزان که در یقینی، دام یقین ز من بین، زان دام مقبلان را از کفر میرهانم. مقبل یعنی صاحب اقبال و بخت بلند. میگه ولی برعکسش، اگه که نه همه این صحبت ها به جانت نشست و فهمیدی که باید فضا رو باز بکنی، قضاوت ها مقاومت ها تو رها بکنی، پرهای من ذهنی تو بدی، این دام یقین رو هم از من ببین. دام یقین چیه؟ دام یعنی همون دام زندگی، این که زندگی ما رو شکار میکنه. و این کلمه یقین هم اینجا خیلی جالب هست، به خاطر اینکه فضای یکتایی، یعنی زمانی که ما فضا رو باز میکنیم، اون شک و تردیدها دیگه میره. و حالا طبق این بیت قبلی در مورد گمان و شک صحبت میکرد، نقطه مقابل گمان یقین هست. و زمانی که فضا باز میشه و ما توی فضای حضور هستیم، واقعا یک یقینی پیدا میکنیم. مثلا فرض بکنید تا قبل از اینکه این یقین رو تجربه بکنیم، شاید توی تصمیم گیری هامون مثلا دچار تردید میشیم، مثلا یه چیزی رو میبینیم هی دلمون میخواد بخریم، یا مثلا یه کاری رو میخوایم بکنیم هی نمیتونیم، دو دل میشیم میخوایم یه کاری تصمیمی رو بگیریم یا نه. ولی میگه که فضای حضور فضای یقین هست، یعنی تو به این یقین میرسی که مثلا به خیلی چیزا احتیاج نداری. مثلا ما میبینیم مثلا خیلی از بیننده هم زنگ میزنن، مثلا اشاره میکنن به این که از خریدهای غیر ضروری مثلا دیگه من دارم اجتناب میکنم و خیلی هم از این قضیه راحتم و اذیت نمیشم، یعنی من به اون یقین رسیدم که من نیاز به چیزها ندارم که خودم رو بالا بکشم. یا مثلا یکی دیگه از این دام یقین ها این هستش که نیازی دیگه به تایید و توجه نداریم، یعنی یک یقینی از عدم نیاز به تایید و توجه توی ما خودش رو نشون میده. تا قبل از اون نقطه هی در گمان بودیم که وای مردم در مورد من چی فکر میکنند، حالا ایشون نظرش در مورد من چیه، نمیدونم آیا من برم توی این جمع منو تایید میکنن یا نمیکنن. ولی فضای حضور فضای یقینه، یک یقینی داری از اینکه من هیچ احتیاجی به تایید و توجه دیگران ندارم، من هیچ احتیاجی به اینکه دیگران منو بالا بکشن ندارن. و بیت بعدی میفرمایند ور درد و رنج داری، در من نظر کن از وی، کان تیر رنج نجهد الا که از کمانم. چقدر این بیت قشنگه. ما وقتی که توی ذهن هستیم فکر میکنیم که خودمون اختیار زندگی خودمون رو داریم و خودمون داریم خودمون رو اداره میکنیم. درد و رنج ها رو نسبت میدیم به عوامل بیرونی. مثلا کسی پول ما رو میخوره، با ذهنمون سبب سازی میکنیم که بله فلانی کرد، دچار درد میشیم، عالم و آدم رو مقصر میدونیم. حالا چرا؟ مگه زندگی با ما مثلا دشمنی داره که بخواد به ما درد بده؟ درد باید باعث شود که ما فضا را باز بکنیم، تسلیم بشیم
و اون نیازمون رو به زندگی متوجه بشیم. خیلی مهمه که ما متوجه بشیم که ما به زندگی نیاز داریم. ما سرخود نیستیم توی این جهان و یکی از مکانیزم های درد دقیقا همینه که ما رو به این آگاهی برسونه که تو از زندگی بی نیاز نیستی و زندگی داره تو رو اداره میکنه. حالا در مورد این نیاز ما به زندگی، واقعا این کلمه نیاز به زندگی رو به نظرم اصلی ترین چیزی هستش که ما باید اینجا بهش توجه بکنیم. نقطه مقابل نیاز ناز هست. یعنی ما ناز میکنیم و فکر میکنیم که خودمون همه کاره هستیم توی زندگی و خودمون میتونیم از پس کارهامون بر بیایم و اگر درد و رنجی هم اومده دیگران این درد و رنج رو به ما دادن و من میرم پدر اون آدم رو در میارم یا من به نحوی سعی میکنم که حالا اینو حلش بکنم. پس ما اونجا خب احساس نیاز به زندگی نمی کنیم دیگه، ناز داریم. در صورتی که مولانا در مورد ناز کردن این بیتو دارن که میفرمایند ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خایش که دارد صد خطر. پس ناز کردن یعنی همون این که ما فکر بکنیم که به زندگی نیاز نداریم و خودمون داریم خودمون رو اداره میکنیم. در واقع تم اصلی غزل اینه دیگه، زندگی میگه من دارم تو رو اداره میکنم، هر چیزی که هست از طرف منه، تو خودت فقط تنها کاری که میکنی فضا رو باز کن، بذار من درست کنم کارهای تو رو. ولی ما ناز میکنیم، احساس بی‌نیازی میکنیم به زندگی و میگه این اتفاقا برای من ذهنی خیلی شیرین و خوشتر از شکره، ولی میگه تو اینو کم بخور. کم خایش، خاییدن یعنی خوردن، جویدن، که این کار صد خطر داره برای تو. و ما خب چون طبیعت انسانه دیگه، چون ما سرکش میشیم، مثلا وقتی قدرتی پیدا میکنیم، پول زیادی به دستمون میاد، توی زندگی موقعیت خوبی پیدا میکنیم، خب سرکشتر میشیم و خب در اثر این سرکشی احساس نیاز ما به زندگی کم میشه. پس علت این که توی این بیت گفتش که درد و رنج از کمان من، درد و رنج میندازم به سمت تو، به خاطر این هستش که بالاخره شاید تو از طریق درد و رنج بیای خم بشی جلوی زندگی و این فضا گشایی رو، تسلیم رو انجام بدی و متوجه بشی که به زندگی نیاز داری، تو سر خود نمیتونی توی این جهان برای خودت بچرخی. هر لحظه تو باید در مقابل زندگی این سر رو خم بکنی و اظهار نیازت رو به زندگی اعلام بکنی. ولی خب ما ناز میکنیم. انشاءالله که ما این ناز کردن رو نداشته باشیم و به قولی با زبان خوش اون فضا رو باز بکنیم و اظهار عجزمون رو در مقابل زندگی بیان بکنیم، وگرنه که در تیررس در واقع درد و رنج زندگی خواهیم. دوباره ادامش میگه و رنج گشت راحت، در من نگر هماندم، میبین که آن نشانه است از لطف بی نشانه. باز این همون صحبتی که گفتیم، رنجامون که راحت میشه، مثلا فرض کنید موقعیت هامون بهتر میشه، پولمون زیاد میشه، زندگیمون خوب میشه، ما به عنوان من ذهنی سرکش میشیم، میگیم من کردم، من بلد بودم. میگه نه، در اون حالتم تو دچار غرور نشو، سرکش نشو، در اونجا هم دوباره برگرد و به من نگاه کن و بدون که این یک نشانه ای از لطف بی نشان من به تو هستش. پس چقدر این غزل قشنگه، چقدر این بیت ها پشت سر هم، ببینید با چه نظم و قشنگی مولانا اینا رو چیده. پس اولش گفتش که اگر رنج دیدی، چه تو حالت درد و رنج، در من نظر کن از این درد و رنج و بدون که این تیر رنج بدون حکم من به سمت تو نمیاد. اگرم لطف و راحتی دیدی، اونم باز به من نگاه کن، برای اینکه نباید سرکش بشی، نباید فکر کنی که خودت کردی، که این نشانه است از لطف بی نشانه.
پس این در من نگرها که هم توی این بیت گفت و هم توی این بیت گفت در من نظر کن، در من نگر، یعنی همون حالتی هستش که ما فضا رو باز میکنیم. به جای اینکه بریم توی فکرامون هی سبب سازی کنیم، بگیم رنج و فلانی به من داد، خوشیرم خودم کردم، نمیدونم فلانی منو اذیت کرد ولی حالا که به راحتی رسیدم آفرین به خودم که خودم این کارا رو کردم. میگه در هر دوی این حالتها فقط به من نگاه کن. و این در من نگر گفتیم همون حالتی هستش که همون در خلوت عشقه، اون جاییه که تو سبب سازی ها رو گذاشتی کنار، دیگران رو مقصر نمی کنی، خودتو بالا نمیبری، میری توی اون حالت خلوت که ذهنت کار نمیکنه، هیجاناتت اونجا دیگه غالب نیستن. اونجاست که حالا تو اون فضای عشق رو تجربه میکنی. و هر چقدر که ما اینو تمرین بکنیم که چه در راحتی ها و چه در رنج ها فقط نگاهمون به خدا باشه و تسلیم درگاه الهی باشیم، در واقع اونجا اون گوهرفشان زندگی رو ما بیشتر تجربه میکنیم دیگه. اونجایی که گفتش که رقصان و ذکرگویان سوی گوهرفشانم، دیگه ما بیشتر شکرگزار میشیم، صبورتر میشیم و به سمت لطف زندگی در واقع بیشتر حرکت میکنیم و از گوهرهای زندگی بیشتر بهره مند میشیم انشالله. و بیت آخر که میفرمایند هر جا که این جمال است داد و ستد حلال است، وانجا که ذوالجلال است من دم زدن نتانم. ذوالجلال به معنی صاحب بزرگی و عظمت هست و از صفات خداوند. میگه هر جا که این جماله، یعنی هر جا که این نور زندگی میتابه، هر جا که این خداوند خودش رو داره نشون میده، یا خودت در حضور هستی، مرکزت عدم هست و خداوند، جمال خداوند از درون تو داره میجوشه، اونجا داد و ستد حلاله. تو هر حرکتی توی این جهان بکنی منجر به خیر خواهد شد. میری معامله‌ای بکنی حلاله، اتفاقای خوب درش خواهد افتاد. میری درس بخونی میبینی نتایج خوبی داری میگیری. بچه دار میشی، یک بچه عشقی تربیت میکنی. ازدواج میکنی، یه رابطه عشقی توش به وجود میاد. پس میگه هر جا که این جمال خداوند باشه، هر وقت که مرکز تو عدم باشه و این نور زندگی از درون تو بتابه، هر داد و ستدی بکنی، منظور از داد و ستد یعنی هر عملی توی این جهان انجام بدی، حلاله و خیره. و میگه که اونجا که ذوالجلال است من دم زدن نتانم. مولانا دیگه اینجا در واقع طبق معمول اکثر غزل‌ها که بیت آخر رو به سکوت خودش رو دعوت میکنه، اینجا هم همینو میگه اگر که نور خداوند از درون من بتابه، دیگه من ذهنی من اصلا جایی نداره برای حرف زدن و من با من ذهنیم دیگه صحبت نمی کنم و سکوت اختیار میکنم. بله، بسیار عالی. این بیت آخر غزل بود. اگر اجازه بدید یک بار دیگه کل غزل رو بخونیم و یک مراقبه با این غزل زیبا داشته باشیم. فرمودند دل راز من بپوشی، یعنی که من ندانم، خط را کنی مسلسل، یعنی که من نخوانم، بر تخته خیالت آن را نه من نوشتم، چون سر دل ندانم کاندر میان جانم، از آفتاب بیشم ذرات روح پیشم، رقصان و ذکرگویان سوی گهرفشانم. گر نور خود نبودی ذرات کی نمودی، ای ذره چون گریزی از جذبه عیانم. پروانه وار عالم پران به گرد شمعم، فریش می فرستم پریش می ستانم. در خلوت است عشقی زین شرح شرح شرحه، گر شرح عشق خواهی پیش ویت نشانم. ور زان که در گمانی نقش گمان ز من دان،
زان نقش منکران را در قعر می کشانم. ور زانکه در یقینی دام یقین ز من بین، زان دام مقبلان را از کفر می رهانم. ور درد و رنج داری در من نظر کن از وی، کان تیر رنج نجهد الا که از کمانم. ور رنج گشت راحت در من نگر همان دم، می بین که آن نشانه است از لطف بی نشانم. هر جا که این جمال است داد و ستد حلال است، وانجا که ذوالجلال است من دم زدن نتانم. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه با برنامه همراه بودید. اگر که به برنامه آینه غزل علاقه دارید میتونید در تلگرام، یوتیوب، روبیکا، بله و اپل پادکست به تمام فایل های این برنامه دسترسی داشته باشید. خیلی ممنونم از توجه شما عزیزان و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.